گفت جد جان رخصت بیده این کاروان بسته شده و کجی فرزند غریب بر رسوی کفه شده. آقا صدا زد یا رسول الله ما طرف کربلا می رویم، از ما سوال نکردی کی را با خود میبری و چی با خود میبری؟ چی بگم؟ گفت اکبرم را میبرم همراه خود در کربلا و در زمین کربلا وعده قربانی شده و قاسمم را میبرم همراه خود در نینوا و در زمین نینوا وعده دامادی شده و از غرم را میبرم همراه خود در آن زمین و طفل 6 ماه و چون بلبل خاشخانی شده و 66 زن میبرم همراه خود در کربلا و خواهرم هم در اسیر شام هم راضی شده.